چرا شیرینشاه شاه تیمور شهید شد؟ از نامه‌نویسی به استالین تا طلب حقی ملت خویش. ما این بار دوستان ارجمند هم مهنان گرامی قدر درباره سرنوشت بسیار تلخ و فاجعه بار اما پر افتخاری قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور به شما نقل خواهیم کرد و پیش از آنه که بپردازیم به متن نامه شیرینشاه شاه تیمور به استالین که البته آن با زبان روسی انشا شده بود و ترجمه آن حالا در دست ماست که آن را هنوز 7 دکبر سال 1989 در هفته‌نامه ادبیات و صنعت با ترجمه قمچینبگ نصرالله بیکوف و قربان علمشویف دوستان و اهل ضیا خوانده بودند. و حالا پیش از آنه که به گوش شما برسانیم میخواستیم یک مقدمه کوتاه بر آن افزوده باشیم و بعداً به متن نامه پردازیم. برای آنکه کشور با نام تاجیکستان در سال 1924 همچون دولت خود مختار در تابعیت ازبکستان و سال 1929 چون کشور الهی در خریطه پیدا بشود، ما هزاران شهید دادیم. کتاب‌های ما را سوختند. کتاب‌هایمان را از ترس آنکه نسوزند نیاگان ما گور راندند و گذشتگان ما به دامن کوه‌ها پناه بردند. تاجیکان بیشترین ساکنان آسیای مرکزی را یا همان ورارود را تشکیل دهند هم بومیترین و کهن‌ترین ملت منطقه باشند هم چشم ناتوان بینان آنها را نمیدید یا بیند هم خود را به نادید میزد. از سال 1924 سران و سروران تاجیکستان از جمله شیرینشاه شاه تیمور برای از هیئت ازبکستان برآوردن و همچون دولت مستقل تأسیس دادن تاجیکستان، همچنین به تاجیکستان برگردانده شدن خوجند، بخارا، سمرقند، سرخان و دیگر منطقه‌های تاجیک نشین مبارزه را سر کردند. مبارزه های آنها البته غایبی بود و بیشتر در نامه های آنها که به عنوان نهادهای دخلدار به ویژه سروری وقت استالین ارسال شده‌اند انعکاس می‌یابد. یکی از چنین نامه‌های سرنوشت ساز نامه شیرینشاه شاه تیمور است. درباره اهمیت تاریخی این مکتوب که اولین نامه خلق تاجیک به نام سروری شوروی است، پژوهشگران و روشنگران تاجیک بسیار نوشتند و تحلیل آنها مجال بیشتر می‌خواهد. متن تاجیکی نامه بار اول 7 دکبر سال 1989 در هفته‌نامه ادبیات و صنعت با ترجمه قمچینبگ نصرالله بیکوف و قربان علمشویف انتشار یافت. نامه اصلی با دو ضمیمه آن در بایگانی حزبی انستیتوت تاریخی پارتی کمونیستی تاجیکستان در فاند رقم 1 نامگوی 1 دیلای 925 نگهداری می شود. قمچینبگ نصرالله بیکوف و قربان علمشویف بعد آموزشی مکتوب به خلاصه آمدند که شیرینشاه آن را 25 می سال 1925 انشا نموده هنگام یکی از سفرهایش به مسکو به کمیته مرکزی حزب سپرده است. از مسکو تا دوشنبه نامه بدون ویزه استالین رسیده است و از این تخمین زدند که شاید آن را خودی داهی نخوانده است. اما یک چیز روشن است، مکتوب را کارمند سیاسی آن زمان کلبشیرف مطالعه کرده 25 ایونی سال 1926 به ساتسکوف نام شخصی دیگر فرستاده خواهش کرده است که بیوروی آسیای میانگی کموکپی را پرسند که دایر به این مسئله چیکار کرده است. چی چاره اندیشیده از روشن نیست، اما 7 ایولی سال 1926 آن به بایگانی سپرده شد. تحلیل و بررسی مهمترین پهلوهای نامه برای امروزیان ضرور می باشد. حالا به مهمترین بخش‌های نامه اشاره میکنیم و بس. شیرینشاه شاه تیمور نخستین فرد سیاسی تاجیکستان است که بار اول تاجیک بودن اکثر مردم آسیای مرکزی حتی افغانستان، هندوستان و چین را به اتحاد شوروی یادآور می شود و حفظ حق و حقوق آنها را طلب میکند. به استفاده زبان تاجیکی پارسی جاری شدن محدودیت‌های غیرقانونی را گوشزد می‌نماید. از جمله می‌نویسد در ریسپوبلیک بخارا 802,000 تاجیک و 200,000 قرغیز زندگی می‌کرد. قرغیزها مکتب خود و بجز این در نزد کیم بخارا شعبه قرغیزی داشتند. تاجیکان باشند از حقوقی به زبان مادرشان گپ زدن محروم بودند. 3. با مسخره کشیده شدن مسئله موجودیت تاجیک را از طرف پان ترکستان آشکارا می‌نویسد. او از جمله اشاره میکند زبان تاجیکی بعد تقسیم آسیای مرکزی به تعقیبی باز هم بی‌رحمانه‌تر دچار شد. در وقت تقسیمات ملی مرزی ماه آگوست سال 1924 سابق ترکسیک در پلینیوم آخرانش نمایشکارانه اقرار کرد که در ترکستان خلقیت تاجیک وجود داشته است. 4. و مسئله مطبوعات تاجیک توجه سرسری کردن زمامداران وقت را تاکید میکند. می‌نویسد ماه سپتامبر همین سال 1924 یعنی در شهر سمرقند نشر روزنامه آواز تاجیک آغاز یافت ولی پهنشوی آن به طور غیر رسمی منع می‌شود. 5. با تحلیل نگرانی شدید از تعلیم با زبان تاجیکی می‌کند و تشکیل اجباری کورس‌های آماده‌کنی آموزگاران یعنی متخصصان تعلیم دهنده در سمرقند را برای تاجیکان صحنه بیش نمی‌دانند.
به این نوشتهش توجه کنید. وقتی که معلمان این کورس ها را ختم کرده به زادگاهشان برگشته تدریس را به زبان مادریشان آغاز نمودند، آنها را به تعقیب کنی آغاز کردند و نهایت با هر گونه تهدید تعلیم را به زبان تاجیکی منع نمودند. در مجموع این نامه شیرین شاه قهرمان تاجیکستان را آینه تمام نمای سیاست پرتضاد دور می‌دانه. حتی به استالین نوشتن چنین خطابه دل و گرده رستمانه می‌خواست که آفرینش بود. توجه کنید، چنین تعقیبات زبان تاجیک از طرف تشکیلات‌های پارتیوی محلی در شعور تاجیکان نسبت به پارتی کمونیستی و دولت سوویتی در مسئله ملی تصورات نادرست پیدا می‌کند. صدا بلند کردن شیرین شاه شاه تیمور در آن زمان برابر مرگ بود و او همچون سابقه‌دار مقامات حزبی و سوویتی عاقبت میهندوستی و ملت پرستیش را می‌دانست، اما خاموش بود و نمی‌توانست. خاموشی و بی‌طرفی از او بیگانه بود. این است که تا واپسی نفس به رسالت خود صادق ماند و در 38 سالگی بعد خیانت و اغواهای دشمنان خودی و بیگانه در مسکو پرانده شد. اکنون توجه میکنیم به متن نامه و باید بگویم که در نامه بعضی اصطلاح و عباره های اون زمان که خیلی معمول بودند و به سیاست اون زمان سخت مربوط بودند ما بدون تغییر قرائت کردیم. نامه به استالین درباره موقع مدنی، سوسیالیستی و اقتصادی تاجیکستان در خاک ریسپوبلیک ازبکستان. نسخهش به بیوروی آسیا میانگی KMVKP رفیق زلنسکی و زیرشعبه اقلیت‌های ملی KMVKP. بعدی از روی نشانه‌های ملی و مرزی جدا کردن آسیای مرکزی یعنی ورارود در خاک ازبکستان در قطار دیگر ملت‌ها تخمینا 800,000 تاجیک ماندند که با خلقیت‌های ازبکستان علاقمندی نزدیک دارند. در زمان موجودیت ریسپوبلیک سوسیالیستی و دستورهای مطابق پارتی کمونیستی عاید به مسئله ملی شاید به یاد آوردن مسئله مذکور و طلب کردن دقت اساسی نسبت به این گونه گروه اهالی تاجیک عجیب نماید، ولی این چیز را موقع امروزی آنها تقاضا دارد. من وظیفه جانی خود می شمارم که در این گونه گزارش دقت کمیته مرکزی را به یک قطار جهت‌های مسئله جلب نمایم. از تصویر موقع تاجیکان در حدودهای سابق ریسپوبلیک ترکستان و بخارا تا سرشوی تقسیمات ابتدا میگیرم. از اول خود موجودیت تاجیکان بغیر از تاجیکان حدودی بدخشان کوهی، پامیر غربی انکار میشد. نگرید به گزیت ازبکی زرافشان و ترکستان ماه‌های دکبر، ینور و فوریه سال 1924. این چیز حتی در وقتی که شماره تاجیکان از روی معلومات رسمی استاتستیکی در خاک ترکستان تا 600,000 نشان داده شده بود وجود داشت. در تریتوری همین ترکستان از روی معلومات مذکور ترکمن‌ها 290,000 بودند، ولی امکان داشتند به زبان مادریشان ادبیات برآورند، مکتب‌های خود را داشته باشند. تاجیکان از همه این محروم بودند. در ریسپوبلیک بخارا 802,000 تاجیک و 200,000 قرغیز زندگی میکرد. قرغیزها مکتب خود و جز این در نزد شیم بخارا شعبه قرغیزی داشتند. تاجیکان باشند از حقوق به زبان مادرشان گپ زدن محروم بودند. زبان آنها زبان امیری حساب می‌یافت. هرچند خودی امیر ازبک بود، در امارات او هم تاجیکی همچون زبان متمدن و ادبی که نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در کشور فارس، افغانستان و هندوستان نیز انتشار یافته است، به صفت زبان دولتی جاری بود. این چیز آخر دلیل بی‌معنی پوچ و جاهلانه است، مثل تعقیب زبان روسی در روسیه بعد انقلابی با بهانه آنکه این زبان دولتی حکومتی پادشاهی نیکلای دو بود. این تقسیمات برداشتن این مسئله بی موقع بود، زیرا وقت هم برایش کافی نبود. هم بسمجگری هم حالت عمومی مملکت و در آخر جریان ها و گروه های در بین خلقیت های این ریسپوبلیک ها وجود داشته سد راه می شدند. در این زمان ازبک ها در مکتب های تاجیک تعلیم و تدریس را به زبان ازبکی سر کردند، هرچند زبان تاجیک به اندازه کافی متمدن بوده، ادبیات غنی دارد. از این وقت سر کرده تاجیکان از امکاناتی به زبان مادری تحصیل کردن بی بهره ماندند. چون این حالت پر به نظریه های دایره های پن اسلامی، پن ترکستی و پن ازبکی زیایان و روحانیان حاضر ازبک مطابقت میکرد و مطابقت میکند. حل مسئله تاجیک برای تمام اتفاق رئیسی اهمیت کلان را دارست، زیرا بجز از آسیای مرکزی تاجیکان بخشی بزرگ ساکنان دولت های همسایه را ایران، افغانستان، هندوستان را تشکیل میدهد. نگرید به زمینه یک. اما پارتی کمونیستی ازبکستان به مسئله تاجیک وقت جدا نمیکند، چرا که خودی تشکیلات های پارتیوی ازبکستان قسما از عنصرهای در زیر تاثیر دایره های شوینیستی مانده عبارتند. این طور معامله تشکیلات های محلی نسبت به مسئله تاجیک خوفناک و خطرناک است. اگر ما چنین تحلیل گذرانیم فکرمان باز هم مفهوم می شود. ریسپوبلیک اتونومی تاجیکستان، کوهستان سابق بخارای شرقی، کوهستان بدخشان یعنی پامیر غربی و بعضی رایون های سابق ولایت سمرقند را متحد می سازد. این بخش اهالی تاجیکستان به دهقانی مشغول بوده، هم از روی طرز زندگی هم از روی اقتصاد.
یک درجه عقب مانده است. تاجیکان نسبتا متمدن و متشکل، اهالی شهر، آدمان مشغول به سودا و صنعت، هنرمندی و زیایان مهنت، همشان در تریتوری ازبکستان ماندند. نگرید به زمینی دو. حالان که کوشش محض به آن است که همین قسم اهالی تاجیک را با راه‌های گوناگون وحشیانه و با فشار مأموری و خودسری شاوینیستانه ازبک کنانند. از اینجا پیداست که چنین وضع نامعتدل محض بین تاجیکان عکس العمل، ریاکسیا و بالاخیزی جواب شاوینیستانه و در بخش معلومی تشکیلات‌های محلی هر گونه ظهورات ضد سویتی و ضد پارتیوی را به وجود می‌آورد. زبان تاجیکی بعد تقسیم آسیای مرکزی به تعقیب باز هم بی‌رحمانه‌تر دچار شد. در وقت تقسیمات ملی مرزی ماه آگوست سال 1924 سابق ترکسیک در پلنوم آخرانش نمایشکاران اقرار کرد که در ترکستان خلق تاجیک وجود داشته است و قید شد که برای خدمت رسانی به آن تأسیس اینستیتوت پداگوژی ضرور است. تا آخر ماه دکبر سال 1924 این اینستیتوت در تاشکند تشکیل یافت. فعلا در اینجا 171 کس تحصیل میکند. از روی ذکر شادشوی الکی 2 سال گذشته باشد هم دانشگاه تنها 2 صنفخانه خوردگی که دارد و در آنها باید کارش را پیش برد. اینستیتوت برای تاجیکان ریسپوبلیک ازبکستان گشاده شده، تامیناتش را ازبکستان به عهده دارد. ماه سپتامبر همین سال در شهر سمرقند نشر روزنامه آواز تاجیک آغاز یافت، ولی پهنشوی آن به طور غیر رسمی ممنوع می‌شود. اعتراف موجودیت تاجیکان در خاک ازبکستان گشادن اینستیتوت و نشر روزنامه قبل از تقسیمات مقصد دیگری نبود جز کشتن شوق دلشکشال تاجیکان ولایت فرغانه و سمرقند نسبت به تاجیکستان. چنانچه وقت رفیق کلین این سال 1924 به ولایت فرغانه آمده بود، تاجیکان کانیبادان به پیشوازش برآمده خواهش کردند که آنها را به تاجیکستان همراه کنند. درست است که خواهششان اجرا نگردید، به این ضروریت نبود، ولی رایانشان را منبر رایان تاجیکی ریسپوبلیک ازبکستان مینامیدند. از آن وقت 2 سال گذشته باشد هم هنوز در همین مکتب‌های این رایان درسدهی به زبان ازبکی است، هرچند بچه‌ها این زبان را بالکل نمی‌دانند. از زمان تقسیمات در میان تاجیکان ناراضگی‌ها به وجود می‌آیند، آنها حقوق‌های ملیشان را حمایت می‌کنند. در بسیار ناحیه‌ها از طرف اهالی چندین مراتب مسئله گزارش به تعلیم به زبان مادری در پیش شعبه‌های معارف خلق و حتی کمیسریت معارف ازبکستان گذاشته شد، اما این کوشش‌ها بی‌حاصل ماندند و مانده ایستادند. واقعه‌هایی بودند که اهالی با فشارهای گوناگون مأموری لب فرو می‌بست. همین طور درسدهی به زبان مادری، تعلیم زبان مادری نه فقط در مکتب‌های تاجیکی که از حساب دولت و بودجه محلی عمل می‌کنند منع است، بلکه در مکتب‌هایی که در اساس واسطه‌های از زمین‌ها و مال و ملک تشکیلات‌های دینی وقفی وجود دارند اجازه داده نمی‌شوند. سال 1925 با طلبی با اصرار تاجیکان در شهر سمرقند کورس‌های 4 ماهه تیار کردن معلمان، آموزگاران گشاده شدند. وقتی که آموزگاران این کورس‌ها را ختم کرده به زادگاهشان برگشته تدریس را به زبان مادرشان آغاز نمودند، آنها را به تعقیب کنی سر کردند و آخرین بار با هر گونه تهدید تعلیم را با زبان تاجیکی منع نمودند. عریضی معلم قلی خان آسیم زاده. اخیراً رفیق ایوانوف کاتب مسئول پارتی کمونیستی ازبکستان در پلنوم آخران در نوامبر سال 1925 هیئت اولی کمیته مرکزی ازبکستان در نطقش قید نمود که کارکنان ازبک در ولایت زرافشان سابق بخارا با هر راه تاجیکان را تنگ کرده، حتی نمیگذارند که با زبان مادریشان حرف زنند. چون این تعقیبات زبان تاجیکی از طرف تشکیلات‌های پارتیوی محلی در شعور تاجیکان نسبت به پارتی کمونیستی و دولت سویتی در مسئله ملی تصورات نادرست پیدا می‌کند. برای تشریح مناسبت تشکیلات‌های پارتیوی چنین واقعه را می‌آورم. 15 مارس سال 1926 به موجودیت ریسپوبلیک مختار تاجیکستان 1 سال پر شد. در این روز نمایندگی اقتصادی ریسپوبلیک نام برده به شرف 1 سالگی بنیاد تاجیکستان مختار مجلس تنتنوی آراست که به آن نمایندگان مؤسسه‌های گوناگون، کارگران تاجیک زبان تاشکند و دانشجویان جوانی تاجیک شهری تاشکند دعوت کردند. مجلس به زبان ازبکی آغاز گردیده با همین زبان برده شد و بین تاجیکان شور و ولوله برپا گشت، چرا که بیشتری آنها زبان ازبکی را نمیفهمیدند. برای همین طلب میکردند که مجلس یا به لسان تاجیکی یا به لسان روسی برده شود. آخران جلسه به نمایش ضد ازبکستان تبدیل یافت. بعد چنین ماجرا دیرکتور اینستیتوت با عیب نادرست تربیت کردن دانشجویان تاجیک دانشگاه که در مجلس شرکت میکردند عوض شد. یکی از دانشجویان تاجیک یونیورسیته کمونیستی آسیای مرکزی که در نمایش حضور داشت برای جوابگیری پارتیوی به محاکمه کمیسی نظارتی ولایت تاشکند سپرده شد. شاید این دانشجو را از صف حزب خارج نمودند، باز دیگران هم خارج میشوند، ولی آخر ریشه های مسئله ملی هنوز هم درونتر میروند و با خارج کردن یک چند رفقا مسئله حل نمیگردد.
بگوییم که قسم زیاد این برخوردهای در زمان حکومت سوویتی به نظر عجیب تا اندازه به حادثه های ناگزیری بلندشوی سوی شعور ملی هم ازبک‌ها هم تاجیکان وابستند، ولی از طرف دیگر چاره که همه این را با راه صافدلانه اجرا کردن عادی‌ترین طلبات سیاسی ملی پارتیا برطرف کردن آسان‌تر است نسبت به داخل کناندن تفکر ملی به طریق سوویتی. حقیقتا هم احوال چنین است که زهر ضدیتی بین المللی عامه مهنت را آلوده می سازد و عربده و خرخشی بین ملت ها تکامل شعورناکی ملی را باز می دارد. فکرهای انشا شده را به اساس گرفته از کمیته مرکزی پارتی کمونیستی عمومی اتفاقی بلشویکی خواهش می کنم که به مسئله تاجیک دقت جدی دهند و برای این چنین درخواست ها را پیشنهاد می کنم. 1. مقرر باید کرد که عاید به خدمتگزاری مدنی ملی تاجیکان ازبکستان از طرف پارتی کمونیستی ازبکستان قریب که کار سامان داده نشده است. 2. بیروی آسیای میانگی را دعوت کند که به کار بین اقلیت‌های ملی آسیای میانه خصوصا تاجیکان ازبکستان اهمیت دهد. 3. با مقصد نسبتا پررو و همطرفه روشن کردن مسئله تاجیک در ازبکستان از بین اعضای کم وکپ کمیسیه تأسیس داده به آن سپرده شود که تدبیرهای اساسی که آنها را هم با راه ساختمان پارتیوی و هم سوویتی برای تامین منفعت‌های عامه مهنتکش تاجیک در ساحه مکتب، سود و غیره و هاکسا گذراندن ممکن است به قید گیرند. شاه تیمور، عضو وکپ، ماه می سال 1926، شهر مسکو. ضمیمه رقم 1. ساکنان آسیای مرکزی تاجیکان در قوسین خلقیت اصلش ایرانی که به زبان فارسی گپ میزند حساب می‌یابد. در آسیای مرکزی تعداد آنها از روی معلومات رسمی 1 میلیون است. غیر از آسیای مرکزی آنها در جا تریتوری‌های خیتای، قشقر، سریکول، خوتان، یارکند مسکونند. آنها اینچنین در بخش شمالی هندوستان مقیم بوده. غیر از این قسمت مسلمان هندوستان نیز به همین زبان گپ میزنند. در خاک افغانستان از کوهسار هندوکش سرحد پامیر سر کرده بدخشان کوهستان، بدخشان هموار زمین، خاناباد، بلخ، قندهار، قندوز یعنی کهندیز تا سرحد غربی به این زبان حرف میزنند، چون این زبان دولتی افغانستان و ایران هم همین زبان است. ایزا شهادتنامه از متریال های تاریخی و اتنوگرافی گرفته شده است. ضمیمه 2. رویخط کلانترین شهرها، رایانها، دهه‌های خاک ازبکستان که اهالیشان تاجیک است. ولایت سمرقند، شهرهای سمرقند و خوجند، ناحیه‌های مجرم، تیمورقوق، استوق، صرافیدین، اوخوم، فاریش، خشرای، پایشنبه 3 آب، محله، بشی پیپی، باغ بلند، ماترید، سوفیان، ترنجان، چغیزمان، خیمان، خواجه احرار، روسان، اونجین، شیخ برهان، کسلک، اسفره، بیشکند، اورالسکی، چاچقلاق و دههی کاهنگران. ولایت فرغانه، اسفره، کانی بادام، قاضی، یکتوت، قرقچی قم، مخرم، ریشتان، کوه ریشتان، یوکال ریشتان، سوخ، رایخ، اشت، بابا درخان، بستان، ورزین، کاسان، شمسی کل، تاشکر، ققبای، کنده جو، یوکاری چدک، چوست، نعرب تپه، چاکخال مددادخواه و کوف، ایسا دادخواه، احوال تاجیک، پسکی اوچقرغان، یوقاری اوچقرغان، لگن، ارسفیر، سوفان، ولی، قاشقری، تاجیکی، میرزا آباد، بربالی، کفترخانه، خالدیوان بیگی، قراتپه، الماس و در 3 ولایت سابق ریسپوبلیک بخارا معلومات فقط درباره شهرهایی است. آن هم پررنه و مخصوصا شهر بخارا، نورتا، زیرآباد، شیرآباد، بایسون، دربند، سری آسیاب، لیدکان، شوراب، دهی بالا، ونداب، زرباغ و مرد، سینه، شهید، پنجاب، پاجور، میری میران، خوشباغ، رایان کاسان، بنگرزی، قمری باغ، دهنوی بالا، حصارک، آستی دکتیور، شیرجان، قرغانچه و آبی کنده. از ارشیف انستیتوت تاریخ پارتی کمونیستی تاجیکستان در فوند رقم 1 نامگوی 1 دیلای 925. گزارشنامه و شعبه تشویق و ترغیباتی کم رپک زیر شعبه اقلیت‌های ملی ارشیف پارتیوی انستیتوت تاریخ پارتی کمونیستی ازبکستان شهر تاشکند در فوند 60 نامگوی 1 دیلای 4838. قطار دیگر خلق‌ها تاجیکان بخش بزرگ اهالی آسیای مرکزی را تشکیل کند هم تا هنوز از خدمت‌رسانی مطبوعات برخوردار نیستند.
قسم اقل تاجیکان هموارزمین ترکستان که در شهرها زندگی میکنند ازبکی و روسی را میدانند. باقی مانده ها روستایی و کوهستانیان جز لسان تاجیکی فارسی دیگر زبان را نمیدانند. از نگاه مرز و در اساس رویخطگیری سال 1921 تاجیکان چنین جایگیر شدند: در ریسپوبلیک بخارا 82000 کس، در پامیر غربی 21500، در ریسپوبلیک ترکستان 403000 کس. غیر از این با زبان تاجیکی در ممالک همجوار نیز حرف میزنند، چنانچه در افغانستان بیشتر از 1 میلیون تاجیک زندگی کرده زبان دولتشان تاجیکی است. بدون این قبیله های شمالی هندوستان نیز به همین زبان تکلم میکنند. در قسم سرحدی خیتای سریکول نیز تاجیکان مسکن گرفته تمام ایران شرقی گهواری تاجیکان همچنین با همین زبان گپ میزنند. بدین منوال اهمیت این زبان را سرچشمه گرفته زیرشوبی اقلیت های ملی کمپک ترکستان ضرور شمرد که به این زبان برای سخن چاپی روزنامه‌ای که حیات روزمره را روشن انعکاس کند نشر شود. آن البته از 25 ماه اوگوست همین سال برآمده ایستاده است، ولی با وجود نبودن وسایل روزنامه فقط یک بار در یک هفته میبراید که هرگز قابل نیاز مردم نیست. سیومش اقلیت های ملی ضرور میشمرد که روزنامه اگر همه روزانه لااقل هفته 3 مرتبه انتشار گردد. برای این اقلیت های ملی به شما 5 شماره اول این روزنامه را ارسال فرموده اقلا در دوره اول تا پادار و مستحکم شوی آن در سال بودجتی 1924-1925 با برآوردی یعنی سمیت گزیت اقلیت های ملی داخل کنانیدن آن را ضرور میشمارد. غیر از این اقلیت های ملی با اساس داشت فکرهای بالا کار سستی نشریات دولتی آسیای مرکزی را که از عهده تامین تمام مردمان آسیای مرکزی نمیبراید به نظر گرفته یاری میطلبد که مسئله نشر تعداد معین کتاب‌های سیاسی و درسی به زبان تاجیکی توسط نشریات مرکزی خلق‌های سر حل شود. مدیر شعبه اقلیت های ملی کمپک باگات. امضا اینستروکتوری اقلیت های ملی شاه تیمور. امضا و سلام.